از اون خاطر بودن از اونا هم یعنی ما یاد بگیریم که خود ما در مجموع یاد گرفتیم و بسیار کسای دیگه هم باید یاد بگیریم که بودن انسان‌های که جلس هستن ضرور است در رشد ما. واقعیت است، راست میگن. ولی آدم اینقدر به نقطه رسیده باشه که به رشدش کمک کنه. بعضی کسا هستن شاید به اون درجه نرسیدن، شاید که بسیار تاثیر بد سرشان داشته باشن. ما خدا شکر میکنیم که به اون درجه رسیدیم که اون کسا که اگر کامنت بد میتن بر ما تاثیر نداره. چرا بر تاثیر نداره؟ بخاطر از اینکه من خودم میفهمم. من میفهمم که من چقدر میفهمم، چقدر نمیفهمم، چقدر میخونم، چقدر غلط میخونم، چقدر صحیح میخونم. از اون خاطر کامنت برای من هیچ تاثیر نداره. کامنت زیبا بسیار خوشحال میسازه، برای اینکه میفهمم که او در بین مردم ما کمیونیتی ما نام خدا هستن کسایی که زیبایی را میشناسن، خوب میشناسن. اما کامنت بد از برای من تاثیر نداره، برای اینکه اگر کامنت سازنده باشه بسیار خوشحال میشم. ما بسیار پول مصرف کردیم که ما فیدبک بگیرم، یعنی که ما با کس بگویم که این خوب است این خراب. اما کسی که یاد داشته باشه و کسی که بفهمه، کسی که بجای بگوید. کسایی که میان اینجا میگن در زیر کامنت، کسانی که با پروفایل ساختگی میان، با نام ساختگی میان، اصلا که جرأت از این ندارن که یعنی حتی سواد نوشتن ندارن. دیگه از اینو چی آدم انتظار داشته باشه؟
تقدیم شما عزیزان و خوبان تشکری میکنم از همه شما عزیزانی که کامنت بسیار زیبا پست کردین. فرید جان و نردوز، شام تنهایی، آسیه عزیز تشکر. همه عزیزانی که قدر لطف میکنن و محبت میکنن. سارا جان کارت خود کشیدم اینال صدا شما مشرم. سارا جان بسیار مقبول مثل همیشه، یا آهنگ بسیار مقبول اجرا میکنی. واقعا من همه آهنگا مقبول میخوانی ولی یا آهنگ یک رقم دیگه است. ولی ناگفتن نمونه که آهنگای پشتو اکثرا بسیار پروفشنال جور شده میریدیش و بسیار زیاد هر کسی که جور کرده اینطور جور نکرده که از بخاطر پیسه کرده باشه، از قلبش آمده. واقعا امی خواندن همونطور است. و من چند آهنگ دیگر هم که خودم کار کردیم سرش در مونیا آموزش دادیم امی نوتاویش، اونا کلش یعنی مثل آهنگای احمدزایی که از قلبش آمده، بسیار ملیدیوز، بسیار همونطور احساسش زیاد است و امی آهنگای پشتو اکثرا که من دوست دارم و آهنگا را فوق العاده احساسشان زیاد است.